شورت کمالوف برادر کمالوف سنگلی سال تولدش 1990 که در عمان دسته تعیینات مخصوص وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به حیث راننده کار میکرد، خبر داد که برادرش و یک کارمند دیگر عمان در راه به ولایت مختار کوهستان بدخشان در حدود نویه درواز گم شدند و اینک 4 روز باز از آنها درکی نیست. شورت کمالوف به ژورنالیست مستقل دلیر امامعلی خبر داد که سنگلی کمالوف و یک همکارش شب 19 و 20 می برابر آمده بودند و بار آخر ساعت 12 شب تلفنی خبر داد است که آنها الکی از کولو برآمده به طرف ولایت مختار کوهستان بدخشان می روند. ما را معاون وزیر کارهای داخلی دعوت کرده و گفت که سنگلی و همراهش در درواز غرق شدند. گفتند که از جریان جستجوی آنها باز خبر میدهند. معاون وزیر به زیردستانش هم فرموده بود که رقم‌های تلفن‌های ما را بگیرند و دائم در تماس باشند، ولی اینک چند روز باز کسی چیزی نمیگوید. به زنگ‌های پیوسته ما در وزارت کسی جواب نمیدهد. نقل کرد شورت کمالوف. سنگلی کمالوف یک فرزند داشت، حالا همسرش فرزند دوم آنها را در بطن داشته است. درباره کارمند دوم عمان که سنگلی را در این سفر همراهی میکرد هنوز معلومات به دست نیامده است. شورت کمالوف نیز درباره او چیزی نمیدانسته است. این هم معلوم نیست که آیا در درون ماشین تنها همین 2 نفر بودند. یک روز قبل درباره در نزدیکی روشان ناپدید شدن کارمند عمان خبرها به دست رسیده بود. شورت کمالوف توسط کانال دلیر امامعلی از مردم خواسته است که در جستجوی برادرش کمک کنند. خبر احتمال غرق شدن 2 کارمند عمان در حالی است که چند روز باز در ولایت مختار کوهستان بدخشان، اساساً در ناحیه روشان و مرکز ولایت شهر خاروغ، عملیات حربی با مقصد سرکوب کردن موج نو اعتراضها ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هلاکت دست کم 10 نفر از جمله یک افسر الفا و 9 ساکن ناحیه روشان را تصدیق کردند، ولی ساکنان میگویند شماره قربانیان خیلی بیشتر است. سازمان ملل گفت بر اساس معلومات منابع معتمد در ولایت مختار کوهستان بدخشان بیش از 40 نفر کشته شدند.